استاد جان، من در روسیه وقتی که از نزد مسجد روس ها میگذرم لا حول ولا قوت الا بالله میگویم. آیا این کار من خطا است؟ یعنی برادر ما از پیش همون گویم انا معبدهایی که مردم نصرانی در اونجا عبادت میکنند هرگاهی که میگذشت است لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم میگفت است. آفرین، بسیار کلمه زیبا، بسیار کلمه خوب. یا اگر گذشتینم شما میتونید که الحمدلله رب العالمین بگین. حمد و ستایش تو را ای پروردگار عالمیان که مرا از اهل هدایت گردانیدی. یا میتونین الحمدلله الذی، شما میتونین گوین که حمد از برای ذاتی که مرا از نعمت اسلام برخوردار گردانید. میشاید هیچی باقی ندارم. لیکن اینها معنای نفرت ندارن. اینها معنای فقط جای شکرگزاری است که الله مهربان ما را مقصد راه مونه به سوی مسجد کرد. حضرت مولای میگو به شکر نعمت سلطان دین کوش، رهی بتخانه را کردی فراموش. چی جانها کند تا تو یافتی راه، صنم بگذاشتی بگزیدی الله. الله را سپاسگزاری کو که مقصد نه بود پرست شدی و نه آدم پرست شدی و بین، یعنی تو الله پرست شدی. این شکرگزاری الله را بکنی. بابای آجی، بعضی جوانهای هستن که موی سر قاش یا میجه هاشون سفید است، اگر کرسکه سیاه کنن جایز است. میشود که سیاه نادرست است. از سیاه کردن پیامبر ما منع کردن، لیکن بین سرخ و بین سیاه که او را بسیارتر کشتن میگن، انمو کشتن ویش بسیار به همین هم سیاهی و هم خینه و به همین بسیار میل داره، یک بگیم مانندی داره. برای این شما همو کشتن ویش اگر بگیرین، مویهای سرتانای، میجاتانای، قاشاتانای، اگر به شرطی که رنگ کنین انشاءالله یکان زیان نداره. لیکن از رنگ سیاه کردن یعنی هیچ وقت مویهاتان ریشاتان سیاه نکنین که پیامبر گرامی از سیاه کردن منع کردن. خب سوال دیگر، آیا حیوان ها دین دارن؟ نه، حیوان و یا مکلف نیستن. آخه برای اونها دین چی در کار؟ دین برای فرزند انسان که خداوند او را نعمت عقل داد و او را موظف کرد که پیروی از دین کن، که او با عقل خودش این چیزا مقصد برخورد کرده میتونه. به این خاطر است. برای حیوان دین چی در کاره؟ سوال دیگر، آیا استاد آیا با لباس صورتدار نماز خوانیم یا نخوانیم؟ با لباس های صورتدار نماز نخوانیم. اگر صورت های مقصد یگان مثال هست صورت های مسجد های، یا صورت یک عمارت زیبا های، یا صورت یک گل های، یا صورت یک باغ های، یعنی همین صورت آدم و حیوان اگر نباشد هیچی باقی نداره. یعنی دیگر صورت ها مثل یک صورت بیرق های، یعنی اینها قطعی اجازت های. ولی کوشش کنید که اگر لباس هایی که به صورت باشن اونها قطعی شما اگر عادت کنین این بهترین می شود. ولی با صورت حیوان یا با صورت انسان اگر داشته باشد شما با اینها نماز نخوانید. و البته لباس پوشی هم برادرها و خواهرای عزیز یک استتیکای خودش دارد. خدای مهربان لباس زینت خواندگی در قرآن. برای همین از پوشیدن لباس های تنگی که تمام وجود شما را نمایان میکند، خواه خواهرای ما باشد خواه برادرای ما،
احتیاط کنین، زیرا این یگان زینت هم نیست. بسیاری از مسجدها در میره میبینی، ببینین دادرای عزیز، وقتی شما سجده میکنین یک بار اهمیتین، همین قدر مقصد همو کرته های شما کلته هستند که حتی در حالت سجده مثال به طرف سرتون میره، حالا که قسمی پشت شما نمایان میشود، یا بعضی بروک های به اندازه تنگ هست که تمامی بگیم قالب پیش و پس همش نمایانه. برای همین دادرای عزیز، الهی مهربان شما را خیر تید، احتیاط کنین که این گونه لباس هایی که گویم همین در بدن های شما چسبیدن، اونها از غیر از یک طرف بینین در شریعت هم اگر نادرستن باشد، جهت دیگر سلامتی تون بسیار زیان داره و ضرر داره. برای همین حرکت کنین که لباس های هم در شهر می پوشیدگی هم در مسجد شما یک لباس های باشد که بسیار موافقی بر همون عبادت شما باشد. خب استاد جان، وقتی در حق مرده ها دعا یا ختم قرآن میکنیم، آیا آنها با خبر میشوند یا نه؟ یعنی ما هر یک ببینید در هر یک دعاهامون، در هر یک نمازامون یا خیرهایی که میکنیم میگیم الله مهربان ثواب ایرا برسان بر روح پدر من، مادر من، برادر من. ولی اعتقاد اهل سنت همینه که ثواب اینها به اونها میرسن، یعنی روح اونها از ما و شما شاد میشود. برای همین هر یک اعمال صالحی که شما انجام میتین ثوابش به مرده های ما میرسه و اونها آگاهی هم پیدا میکنن که ما از اونها یاد کردیم، ما در حق اونها مقصد فلان فلان کار خیر انجام دادیم، بلی اونها از این آگاهی پیدا میکنن. من در مهاجرت زن دویم شدم. اول به شاهد نکاح کردیم و بعد چند ماه با حضور یک شاهد باز نکاح کردیم. آیا این درست است؟ شما وقتی نکاح میکنین حتما شرط هایی که در نکاح هست این است که حضور همون بچه و حضور همون دختر باشد، دیگر رضایت پدر و مادر باشد، سیوم حضور دو شاهد باشد. اگر همون داملایی که نکاح میکند با یک نفر دیگر هم که باشد، هم به حیث نکاح کننده هم به حیث شاهد داملا حساب می شود. یک نفر دیگر قطعی داملا در کاره. یا اگر به شرطی که ما مثال انا دو نفر بغیر داملا هم که بیاریم، این هم با نور بالای نور می شود. انامین شرط های درست شدن نکاح ما های یکی حضور زن و مرد باشد، یعنی همونایی که زن و شوهر می شوند. دویم پدر و مادراشون یا حضور داشته باشند یا رضایتشون دادگی باشند، آگاهی داشته باشند، پنهانی از یا نباشد. سیوم حضور شاهدها، شاهد نوابسته از طرف عروس های، از طرف شه های، یا یک نفری که هیچ کدام ایران نمیشناسند، اجازت های فقط مسلمان باشند. یعنی در نکاح برای درست شدن نکاح انامین شرط ها را خواهرها و برادرای عزیز خیلی رعایت کنید که با این زندگی های حلال و حرام در اینجا حل می شود. از همین چیز باید حتما استفاده برید. تا چند سالگی فرزند عقیقه کنی درسته. یعنی اکو عقیقه در مذهب خودمان حکم مستحب داره، لیکن نزد جمهور حکم سنت داره. مثال ما تا 7 روزگی میگیم، 14 میگیم، 21 میگیم. از او طرف اگر کردیم یعنی انشاءالله ثواب صدقه را، ثواب احسان میگیریم. ولی انا تا 21 روزگیشه
اگر ای جانبی و عقیقه کنیم عقیقه حساب میخوره. آیا پیشاب آدم را برای زخم استفاده بردن درست است یا نه؟ اگر در هر یک بیماری که طبیب حاذق، طبیبی که حقیقتا و گویم که یعنی دانش مکمل داره و حقیقتا همون طبیب بدنش معروف و مشهوره، یعنی علم طب میدانه، اگر همین خیل طبیب با حرام اگر برای چی نوشیدن باشد یا برای چی مالیدنی در پوست باشد اگر وی توصیه دید، بعد آنه که ما از حلال ها کردیم و شفا نیافتیم، اگر و همین خیل طبیب ما را مصلحت بتد همین حالت در مباح می شود، یعنی آدم نه گناهگار می شود نه ثواب می گیرد. خلاص جایزه، درسته. نماز خفتن را میگویند چقدر دیر خوانی ثواب است، آیا این درست است و تا ساعت چند شب خوانده می شود؟ نماز خفتن یا عشا میگیم، نماز اگر اینا بگذار نماز خفتن ما اگر اولی وقتش اگر از ساعتهای 8 باشد، من تاجیکستان در نظر دارم، و صبح دمیدن از ساعت مثال 5، یعنی ای 8 تا 5 برادرای عزیز مثال چند ساعت؟ یعنی 7 ساعت ای. انا که ما همه 7 ساعت اگر به 3 تقسیم کنیم، یک حصه امیر اگر در بالای ساعت 8 که اولی وقت بود، مثال این اگر 7 ساعت اینا بگذار 3 ساعتی تقسیم کنیم، یعنی تا ساعت 11 شب ما خانمش انشاءالله حالتهای همون مستحبی و ثواب شه. از او طرف ای قسم آخرش درسته، تا همون صبح دمیدن هم درسته، لیکن حالتهای با کراهیت یعنی با ثواب کم جایز میشه، درست میشه. برای همین حرکت کنیم که تا همون یک حصه شب یعنی تا ساعت همون 11 یا 12 را خوانیمش انشاءالله بهتره. زن از شوهرش به خاطر به فرزندی جدا شود جایز است، چون که دکترها میگویند از این ما فرزند نمیشود. البته درسته، برای این مهلت میتن. مثال وقتی که میروند طبیب ها معین میکنن که از همین دختر فرزند نمیشود یا از همین بچه فرزند نمیشود. اینجا تا 1 سال همین ها باید که دنبال طبابت باشن. وقتی دیدن که تماما دیگر هیچ امکانی ندارد، اینجا حق هست که اینا از یکدیگر جدا شوند، تا که مقصد دخترم که اگر به خاطر آنه که مردکش مثال به اولاد یا به نسل یا به فرزنده، انا تا این زنم از این نعمت به بهره نمانه، یا عکسش اگر مردک هم همین خیل باشد میتونن که یعنی از یکدیگر جدا شوند. میتونن که اگر با یکدیگر جدا هم نشوند، میتونن که مثال زندگیشون دوام تیان، اگر اجازت بین یکدیگر بگیم یا مصلحت بین یکدیگر شوه و زن یا مثال همون مردک اجازت اگر مردک باشد بگیرد یک زنی را که از او فرزند میشیدگی باشد، اینش باید راهی درستش است. لیکن اگر به شرطی که انا مردک این خیل باشد، زنک علاقه طلاقش طلب میکنه و میره و شوهر دیگر میکنه.